هیچ وقت منتظر یک فرصت نشینین. خانم‌ها مستقل باشه بسیار خوب است. مواد اولیه از این مواد غذایی است. شرایط اگه بهتر شود درسای خود ادامه میتم. صالح غلامی هستم، مسئول شرکت تولیدی و قالین بافی بلخ در ولایت مزار شریف. در کارگاه ما تقریبا 60 خانم و دختر خانم مشغول کار هستند که در اونجا قالین و گلیم میبافند. من تا صنف 10 مکتب خواندم، دیگه بعد از او که تولد آمد نتونستم ادامه بدم به درسایم. دیگه بعد از او خواستم که تو یک با کمک مادر جانم یک سنتر جور کنیم که بعضی دخترای دیگه که مثل خود من از پانتون مکتب باز ماندن، بسیار دختر خانم‌ها بودن که روی خود از ایستاده بودن. بازم چه کار ایجاد کردیم که همونا بتونن که به اقتصاد خانوادهشون یک کمک شم، هم بتونن که رویشون تفکر کنن. من خودم می‌خواستم رشته طب بخونم. شرایط اگه بهتر شود درسای خود ادامه میتم که تا بتونم به هدف خود برسم. مواد اولیه زیر ما از بازار میخریم. مواد اولیه زیر مواد غذایی است که بلندترین مواد است در سطح افغانستان. از او استفاده میکنیم. دیگه او را میریشه خانم‌ها، بعد از او بازار در رنگ میتیم، رنگ میکنه، بعد از اینکه رنگش تکمیل شده باز در باف میتیم، خانم‌ها میبافن. این محصولات که ما تولید میکنیم بیشتر مشتریای ازی و مشتریای خارجی است. داخلی کم است. به صورت قراردادی است. قرارداد میگیریم، مثلا 100 متر، 500 متر، 1000 متر قرارداد میگیریم در مدت 1 سال، 5 ماه، 6 ماه. باز دمو وقت که مثلا وقتش پر میشه دوباره بر از او تحویل میکنه. برگزاری تو یک نمایشگاه بسیار مخصوصا بر خانمایی که نو کار خود شروع کردن بسیار خوب است. شاید فرمایش بگیره، شاید به فروش برسه محصولاتشون، بسیار عالی میباشه اگه همچون نمایشگاه برگزار شود. پلان آینده ما همی است که کار خود توسعه بدیم، کار خود کلان کنیم که بر دیگه دختر خانم قسم شه و ما میخوایم هر خود دختر خانم که پیش ما میال کار میکنه قالین میبافه یک روز مثل ما ور یک سنتر ایجاد کنه، بر دیگه دختر خانم یک شغل ایجاد کنه. خانم مستقل باشه بسیار خوب است، یعنی میتونه از هر لحاظ از خود دفاع کنه. پیام همی است بر دختر خانم‌ها که هیچ وقت منتظر یک فرصت نشینین و همین چالشایی که دمرو داره از همین چالش‌ها خودتان براتون فرصت ایجاد کنین. این تو نشه که ما در خانه بشینیم که حتما یک کار پشت خانه بیای، خودتان دست کار شوین، حتما یک چیزی به دست میاره.